نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خدا کنه که جور و صحتمند باشیم دوستای نازنین. وقت شما بخیر. از ویژه برنامه افطاری در خدمت شما هستیم دوستای نازنین. جایی که شما مشاهده میکنین فلکی دروازه قندهار. امشب آمدن که بساطای میوه نام خدا اینجا زیاده. از شما خواهشمندیم که تا با آخر برنامه همراه ما باشیم. سابسکرایب و لایک و شیر اینا حیات شما که حتما نمیره. بیاین که بخیر برین که سعی کنین که وضع مردم امسال چی رقمه. همراه ما باشیم. لالا جان سلام. علیکم سلام. خوب است؟ ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله خیر. اسم شریف شما؟ عبدالله جان. خب اینجا گاگ استادین؟ بله همینجا اومدیم. می اید آوردیم. این بساط مقبول شما نه؟ بله همین. خب چند دونه ای هم است یا تنها مینه؟ این تنها برار از خودمون. چند نفر شریکین؟ 2 نفر شریکیم همینجا. خب فامیل می یا بیگونه؟ بیگانه دیگه رفیق خودم دیگه میت. بسیار خوب. چند روز میشه آمدیم اینجا؟ امروز دیگه چند شب 3 روز میشه میشه. روز چند سودا میکنه؟ روز یعنی 15 فعلا تا 20 میشه. خب وقتی مردم به سر بساط شما میآیم چی رقمه؟ خوبه شکر. یعنی مطمئن هستیم که مردم کمک غمناک میاد. خوب کم پول بشده که مردم از درباره پول چیز میگه که یعنی کمه. بسیار خوب. بله. جنسا چی رقم امسال گرون یا همه گرون بشده ولی فرق ده فرصت کرده. مثلا چی میوه بیشترتر گرونه؟ همه دیگه این پسته بود فرسال به 600 6.5 ساعت بود این سال یعنی 11 ساعت 1000 میتونست همه باید میتونه. بندق بود به 400 4.5 ساعت این سال به 600 6.5 ساعت دیگه. خب فرق بکده ولی علت چیه؟ دیگه نمیفهمیم دیگه به چی رقم دیگه همه چیز خوش ما قوم میفهمم مردم هم میفهمم وسایل که هست فعلا گرون شده میتونه. بسیار خوب. از کاروبار راضی؟ با شکر الحمدلله. خب بریم افطار خود شما. باشه خدمت میمونه. تیار باشه. سلام لالا. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خیر و خیریت. سلام. زنده باشیم سلامت باشیم. اینجا شش ایم. اینجا کشکونش میفروشیم. اینا رو به واسطه عید آوردیم یا نه قبلا هم بودیم؟ قبلا هم 7 سال 8 سال اینجا بودیم. خب به داخل میسره؟ داخل میسره. بسیار خوب. به نظری شما این سرک فعلا یک بار اسفالت میکنم یک بار دیگه بند هم بساطای چرخان بیامده باز اینجا معامله سه چرخا اینا هم هسته. به نظری شما کار خوبیه؟ خب کار خوبی خونی جان نداریم دیگه کجا بشینیم بفهمید والا اون سرک هم اگه جور کرد با کمی راحت‌تر میشه. ماما جان یک انسان قراره که به داخل سرک عمومی که از اونجا مردم تردد میکنه مگرم بساط کنه؟ بساط خونه کنه قانونی خون. بفهمید منتها چیکار کنیم دیگه چاره ای نداریم اگه کاری نکنیم دوزی کنیم. نه خدا نکنه. چرا شما چند نفر شخصایی که اینجا بساط داریم از برادرای امارت اسلامی خصوصا بخش شارولی خواهش نکردین که یک جای به شما یک مارکت یک زمینی به اختیار شما بگذارن؟ آخه شما نگاه کنیم 1 لیتر تل به 100 افغانی رسیده از این فلکی دروازه قندهار تا به اسپی نده امکان داره 2 لیتر تل یک مسلمان مصرف کنه تا به مقصد برسه. اگه با مو جا تیار کنم ما راضی هستیم. مارکتی گاراژی یک دیگه جای بکنه راضی هستیم. منتها از مو سپین عادت تا همین جا
5000 نفوس هم از این سرک خرج میخوره. روزی میخوره. روزی میخوره از این سرک دیگه چاره اینه. بسیار خوب، از کاروبار رزیم. ها الهی شکر. از اینکه دم عید پیشاپیش عید هم برای شما تبریک میگیم. سلامت. کار شما چی رقمه؟ خوب گزاره پرده میشه. چند سودا میکنیم؟ روزی 3000 4000 2500 می کار سودا می. گزارش زندگی میشه. ها شکر از الله پاک و راضی است. الهی شکر. جور و صحتمند سلامت باش. بخیر. افطاری خیمه قربان شما. سلامت. سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ شکر سلامت باشین. زنده باشین. زنده باشیم. نام شریف شما؟ محمد ثانی. بسیار خوب. خود ماه مبارک رمضان اشتنی. خوبی شکر. خیلی سرحالیم، خیلی خوشحالیم. خوب. امسال به برج پارسال بیتره. بله بیتره بله. خوب. بسیار خوب. کاروبار چی رقمه؟ شکر دارین چیزی که نصیب باشه میرسه خداوند حواله میکنه. خب جنسایی که شما از او بیشتر قیمت نداره گرونه کدو جنسه؟ فلان می جنسی که داریم گیرونه پستیه برو. دیگه جلغوزه نیاوردیم. مغز هندی نیاوردیم. بالاخره جنسی که از ما گیرونه پستیه. خب همین جلغوزه بعضی دوستان می بگفتم به چندیه حدوداً کیلویی؟ همین رقمی که من شنیدم فکر کنم گفتن 1200 11 نیست میتاسف فکر کنم. جلغوزه؟ بله. آخه میگم کیلو 2500 من چون مگه خبر ندارم این دوستا گفتم من میدونم شاید 2000 باشه مگه شما اطلاعی نداریم. نگرفتم بله. خب به نظری شما یا پسته یا جلغوزه هر چیزی فرق نمیکنه. از 500 و 400 اگر قیمت بیشتر باشه این کار خوبیه. والله کار خوبه که نیه دیگه باز همی تاجرامون بالا میکشم یا رقم هست دیگه. بالاخره هرچی پیتر باشه اقتصاد مردم هم بیتر میشه. هر کس میتونه غریبا میتونه استفاده کنه. خب وقتی مشتری به ساعت شما میایه وضع مردم شما چی رقم مشاهده میکنید؟ وضع مردم خدای کمی که خراب معلوم میشه. چرا که هر کس قیمت میگیره از یک دو تا 100 تا یک بیای بخره. چرا میبینن جنس گیرونه خریدن نمیتونم. مثلا پستر پارسال بود به 700 و 700 600 بود امسال برسیده به 1000 1100 مثلا ما نمیتونم بخرم. بسیار خوب. به نظری شما اگر همون عنعنات قدیم پس برو دست بیارم وقتی یک شخص می آمد به خونه یک پخشابه که خدا واسه دوستا نخود و کشمیش و نقل چیزی بر روی پخشاب بودک یا یک سر یا نیم سر یا کمتر یا بیشتر حال میرم یک بساط سفره تونک میکنم بالای 20,000 روپیه مصرف میکنم. اما قدیم بیتر نبود. قدیم بیتره بله یک اسراف میشه دیگه. باز یک ساعت بیاوردن وسط مردم خود خیلی اسرافه. بعد همون مثال قدیم بشه خیلی بهتر میشه. خب شما به می عمر خو همین کارو بکردیم یا نه شما فعلا به می رسم و رواج حال پیش میرید؟ فعلا به می رسم و رواج پیش میریم دیگه. با خود چرا که رسم مردم همیت شده. میبینی بچه کاکا بچه ماما بچه همه همیت سفره دارم بابا اگه نندازیم میگم ایسته که یا پول نداره یا نمیتونه یا ایته. به سر سفره که به جا قوما میریم حقیقت رستی بگیم روزه داریم چند به کیسه خو میکنیم؟ به کیسه ها خو نمیکنیم. خوب دیگه شاید بعضی وقتا خونه میخوریم ما و دوستا که میری کم اگه پستی خسته چیز میزی بدون کیسه خو میکنیم که تارو میخوریم. باز سبای پاس بریم میگیم لولا از پستا کم اگه وردشی. تشکر از شما. اگر افطار خودمون نمیریم خوشحال میشیم. نه رفتن که نمیریم بالا خوشحال میشیم. تشکر. زنده باشید. تشکر. دوستای نازنین خدا کنه که امشب برای شما برنامه خسته کن نبیده باشه دیگه کمک تحمل کنیم یک 3-4 شو دیگه فکر کنم که بیشترتر به عید نمونده. پیش بازم برای شما تبریک میگیم عیده. یک دکون لوکس نخود بریزی آمدیم داخل نخود بریزی که سعی کنیم که نام خدا همه پسته و جلغوزه و بادام فکر کنم امسال خیلی گرونه برعکس که باز همه دیکونه که ما میبینیم کلان همی میوه اینا همه جنسه پسته و مثلا جلغوزه و بادام اینا همه جنس ها قیمتی سعی کنیم اینا ازم قدیم میتونم یا نه وسطی که اینا
ارزون بخریدی بدم حال به چانس اینا گرون شده گفتم باشه تمام دکونه بچینیم درسته؟ سلام لالا جان. خوب است. صحت شما خوبه؟ سلامت باشین. قربان شما. نام شریف شما؟ من فرزاد. بسیار خوب. ایر بگیم که پسته کیلو چنده؟ پسته دیگه رقم به رقم از 6.5 ساعت شروع میشه دیگه تا 11 ساعت. خب فعلا ما داره. 6.5 ساعتی کدو؟ پسته ایرانیه. ایرانیه؟ بله. خب افغانی به چنده؟ افغانی هم دیگه از 8.5 9 ساعت شروع میشه. خب از 7.5 8.5 تا دیگه بریم 11 ساعت 12 ساعت ما افغانی خود پسته خوبه. خب 6.5 ساعتی یا با کدو کشوره؟ 7.5 ساعت 6.5 ساعت ایران باز 7.5 ساعت ترکمنیه. خب همون پسته درجه یک که به 11 ساعت و 12 ساعت از کدو کشوره؟ افغانستان ما شما ماشاءالله. همون زده؟ بله. خب ریز هم کو هسته؟ ریز دیگه فعلا ما نداریم. ریز هست تو ترکمنیه تاجیکیه اینا فعلا. بسیار خوب بسیار خوب. خب از پسته میوه هم داره که گرونتر باشه؟ دیگه از پسته باز نه دیگه فعلا که همی جلغوزه هست چره بله. کیلو چنده؟ دیگه تقریبا به 14.5 ساعت 15 ساعت تا 17 ساعت تا 2000. یک کیلو جلغوزه به 2000. بله تا 2000 داره. اون تا از 13 ساعت شروع میشه دیگه. اگر شما نخود برز نمی بودیم بله. دکندار نمی بودیم 2000 افغانی شما کیسی خوبیری میکردیم بالا 1 کیلو جلغوزه بدیم؟ دیگه فعلا که ما فروش از اون جلغوزه کم ما وضو کار نداریم. ما خود شما شخصا میگم با خاطر که مردم نه چون وضع اقتصاد مردم هم خوب نیه خیلی. بسیار خوب. شما نظر ما که اینه که مثلا ما تا 2000 بودم مالی جلغوزه مثلا نمی 2004 تا غریب سر نکنیم. به غیر غریب شاید 2010 تا مرغ بشه یک مدل جمع. دیگه باز خرجی خود دادم هم هست. بسیار خوب. امسال چی رقمه کاروبار شما؟ از اینکه جنسام گرون آیا مشتری به چیزی نمونده به عید؟ دیگه ما میبینیم که دکون تا فعلا که دست نخورده. اون تا بازار نیه کمتر نسبت به دیگه سالا خیلی اگه فیصدی حساب کنیم شاید 60% کمتر شده باشه. بسیار خوب. معلوم است به شما از صبح ساعت 7 و 8 که دکونه باز کردیم تا حال چند سودا کردیم؟ نه به خاطر که شریک داره هر دم ما نیم. تبادله میشه. بله هر دم که تنها نیم. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. ما همچنین. اگه خود ما افطار یا افطار کتیش و سحری را اگه نبریم خوشحال میشیم. سفره عید ما اینجا چینده بگیریم از این میوه نباشیم. عید دارم پیش به شما. قربان شما. به شما هم تبریک میگیم برای بیننده شما. زنده باشیم. سلام. تشکر از لطف شما. سلامتی. بخیر باشید. دوستای نازنین خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. هرچی که ما نگاه میکنیم از حساب مشتری و بساتدارا کمک روی مردم ضعیفه. علت اینه که امسال کمک بیکاری و بیپولیه. باز امسال نام خدا میوه دونه هم همیته گیرون شده که از حساب تیره دیگه خریده نمیشه. لالا جان سلام. علیکم سلام. لالا خوبیم بخیر. صحت شما خوبه؟ شکر فضل خدا. شما خوبه؟ نباشیم. اسم شریف شما؟ اسم من دولت لالا. خب بسیار خوب. اینجا به چی کار اومدیم؟ اینجا بیام اومدیم چرخ بادامی دارین لالا. همینجا چرخ چی تاکدیم همین میوه دونه میفروشیم. این بساطا شما نه؟ بله بساطا از ما. خب چی رقم امسال سودا معامله شما؟ سودا معامله ما شکر خوبه. من تا بازار نیم ما مهندسه کنیم که چرخ بار پر گذاشته مشتری کمه بار گیرونه هر جا میره بار نمیدن بار گیرونه هیچ مردم هم اقتصاد نداره که بخره بخی بیاد برون. بسیار خوب. بادام کیلو چندیه؟ بادام کیلو 120 روپیه. خب همین 15 سال پیش هم به می 120 روپیه بود. علتی چیه که تمام جنس ها گرون شده بادام به سر جا خوب مونده؟ بادام ازی که مال افغانستان ما. البته زمین ها شما نه؟ نه زمین ها ما کنی از زمین ها شما نه. نه اگر از کجا آورده؟ ما از افغانستان این بادام داره؟ من نمیفهمم که داره یا نداره افغانستان. من تا اولاد من نمیفهمم چرا ارزونه دیگه. من چی میفهمم؟ بسیار خوب. 1 کیلو پسته 11 ساعت 12 ساعت افغانیه. به نظری شما
برادرای کمی قیمت برو از اینا گذاشتم کار خوبیه. نه خوب اگه کار خوبی باشه که مردم نمیتونه بخره خلاص دیگه میمونه پسته میمونه خلاص دیگه این کار خوبیه. 1 کیلو پسته چند دونه میشه که اگه شماره هم بکنیم دونی 10 روپیه افغانی شاید داری پی افغانی میفته بله میفته. بسیار خوب. از صبح چند سودا بکرده؟ از صبح 10,000 شاید سودا بکرده باشیم ما. خب چند نفر شریکین؟ 5 نفر شریکیم. راضی هستیم از کارو؟ شکر الحمدلله دیگه خدا هر رقمی که حواله کنه مجبوریم راضی هستیم شکر. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن زنده شما. باشیم لالا ما هم خوشحال شدیم. چاشت خودمون نمینه؟ شما بفتگین افطار بستگین. بفتک. بستگین افطار. ما با سر به سر ما میخوریم خیر مشکل نداره. دق نشیم. نه دق نمیشم. دوستای نازنین این بود برنامه این هفته که برای شما تهیه و ترتیب شد از دروازه قندهار بساطای میوه. تا فردا شب اوش کنیم ای بر نریم. شما رو به الله پاک میسپاریم. اما سابسکرایب تو لایک و شیر اینا حیات شما نره دیگه. باز ما نمیگم با ما دایی پول بده. انمون که انجام بدیم به خیر خوشی ما و خدمت شما هستیم. تمام ویدیوها رو میتونیم مشاهده کنیم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.